بچه جا میدونیم اینو بیاندازی بالا. عیبی نداره کثیف شد. یعنی بیانداز بالا. گلو خانم اون زورش نمیرسه. از این ور من بده، من از این ور بهت میدم. سر جون بیا از این ور من بده، من بهش بدم. از کجا؟ از اینجا. از این ور بده. من بهش میدم. پاتو بذار رو پله. آفرین، بیا بالاتر. آفرین. شما میدونی خونه محمد رضا خونه‌شون کجاست؟ در نکن. شما نمیدونی خونه محمد رضا نعمت‌زاده کجاست؟ خونه محمد رضا نعمت‌زاده کجا گفتن؟ پشته. کدوم محله گفتن؟ محله پشته. اینجا محله مزور داره، خونور داره، اینجا کشی سر داره، اسمل داره، خونور داره، مزور داره. نگفتن کجای محله؟ پشته. به همه جا اینجا میگن پشته. سر جون کدوم محله رو گفتن؟ محمد رضا خونه شما اینجاست؟ آره. نمیدونی خونه محمد رضا نعمت‌زاده کجاست؟ نه فقط میرم پایین. نمیدونی؟ دفترچه‌اش پیش من جا مونده، باید ببرم بهش بدم. حالا چی کارش کنم؟ من خونه پسر خالش ولده. علی همتی؟ آره. یا زود بریم دفترچه‌اش رو بریم بهش بدیم بیاید. نه من باید شیر برم. خب میشه نشونش به من بدی من برم. خونش خانه کوچه سربالاییه. اینون پله از در آبی و اینون پل به اون خونه چسبیده. گفتی اسم محلشون چی بود؟ خانه آقا شیر بردار بیار بشه. آقا ما بزن بش.